سلام و وقتتان بخیر. خدا کنه که خوب و صحت و سلامت باشین. مصطفی امانی هستم از طریق افغانستان پلاس و در رابطه با تابعیت بر اساس محل تولد در امریکا و قانونی که تازه از سوی آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا امضا شده میخوایم در رابطه با این قانون صحبت بکنیم و بر شما معلومات را بکنیم. خیلی زیاد از افغانایی که آمدن در امریکا زندگی میکنن، صاحب طفل شدن در امریکا، بعد از امضای قانون به تشویش بودن که آیا تابعیت امریکا را طفلایشان که در امریکا متولد شدن در جریان 23 سال یا 4 سالی که آمدن از دست میتن یا نه، و طفلایی که بعد از این متولد میشن در سال 2025 آیا میتونن که تابعیت یا همون سیتیزنشیپ امریکا را به دست بیارن یا خیر. اما تابعیت بر اساس محل تولد در امریکا چه هست؟ از چه زمانی جزء قانون اساسی امریکا شده؟ و آیا رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ این صلاحیت را داره که قانون اساسی یک کشور را با یک امضا تغییر بده یا خیر؟ قانون تابعیت بر اساس محل تولد، جالب است بدانید که از 160 سال به این سو در امریکا این قانون در حال اجرا شدن هست و از 160 سال هر طفلی که در خاک امریکا به دنیا آمده، بدون از اینکه پدر و مادرش از چه زبانی هستن، از چه قومی هستن، با چه رنگی هستن، قانونی هستن یا غیر قانونی هستن، دولت امریکا و قانون اساسی این اجازه را میداد که به او طفل تابعیت داده شود یا تابعیت امریکا و پاسپورت امریکایی برش داده شود و میتونستن که برش پاسپورت هم بگیرن. ماده 14 قانون اساسی امریکایی را به وضاحت توضیحات داده که هر طفلی که در خاک امریکا تولد میشه مستحق دریافت تابعیت در خاک امریکا هست. و بعد از آمدن آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا و وعده هایی که در کمپاین های انتخاباتی خودش داده بود که کوشش میکنه که تابعیت بر اساس محل تولد که در امریکا هست را برای مهاجرینی که غیر قانونی هستند برداره و همین کار هم کرد. فقط بعد از اینکه رفت به کاخ سفید شروع کرد به امضا کردن فرمانهای متعدد و سلب صلاحیت و این که تابعیت بر اساس محل تولد هم جز از اون قانون ها بود، این قانون امضا کرد. اما آیا رئیس جمهور میتونه قانون اساسی تغییر بده در امریکا یا خیر؟ ما در افغانستان اگر میخواستیم قانون اساسی را رئیس جمهور تغییر بده باید مراحل مختلف طی میکرد. مثلا ما باید لوی جرگه برگزار میکردیم، بعد از لوی جرگه پس دوباره قانون میرفت به پارلمان، از پارلمان رأی تاییدی را میگرفت و باز تبدیل میشد به قانون که باید جز قانون اساسی باشه. در امریکا هم همین گونه هست، مراحل مختلفی باید طی شود، آنقدر ساده هم نیست که فقط رئیس جمهور یک قانون امضا بکنه و پس دوباره او عملی بشه و جلب تابعیت بر اساس محل تولد در امریکا گرفته شود. رئیس جمهور آمد، فرمان را امضا کرد، اما چه مراحل قانونی وجود داره تا اینکه قانون عملی شود؟ بعد از اینکه رئیس جمهور امریکایی قانون امضا کرد، این قانون باید بره به اصر محکمه یا دیوان عالی امریکا و خیلی ساده هست که این اول باید اصر محکمه قانون رو تایید کنه. در مرحله اول بعد از اینکه آقای ترامپ قانون امضا کرد، قاضی القضات و رئیس اصر محکمه در امریکا که بهش رئیس دیوان عالی میگن رد کرد و مخالفت خودش را با این کار و این فرمان دونالد ترامپ ابراز کرد. بعد از او اگر که قانون هم از طریق اصلاح محکمه پاس میشد، باید به تایید 51 ایالتی که وجود داره حداقل 2/3 ایالت هایی که در امریکا هست این قانون رو تایید بکنن. نماینده های ایالتی هر ایالت باید قانون رو تایید بکنن که قانونی که رئیس جمهور امضا کرده قبول هست، درست هست و باید که اجرا شود. اما درست بعد از اینکه رئیس جمهور امریکا این قانون امضا کرد، 22 ایالت مخالفت خودشان را با این قانون ابراز کردند که یک مانع حقوقی کلان در مقابل قانونی است که آقای رئیس جمهور یا آقای ترامپ رو امضا کرده و مشکلات جدی هم به بار میاره، چون وکلای آقای ترامپ و در کاخ سفید کسایی که در بخش حقوقی کار میکنن سریعا دست به کار شدن تا که ببینن چه کاری را میتونن در مقابل مخالفت اصر محکمه، مخالفت 22 ایالت از امریکا که مخالفت خودشان رو با این قانون امضا اعلان کردن انجام بدن. بعد از اینکه بر فرض اینکه اگر اصر محکمه این قانون رو تایید میکرد، تمام ایالت ها یا 2/3 بیشتر ایالت های قانون رو تایید میکردن، این قانون باید بره به تایید مجلس نمایندگان امریکا و مجلس سنا هم برسه، جایی که کار بسیار زیاد دشوار میشه. آقای ترامپ جمهوری خواه هست، رقیبای سرسختی از حزب دموکرات دارن
تعداد زیادی از کرسی ها هم هنوز هم در مجلس نمایندگان، در مجلس سنا مربوط به دموکرات ها هست و موضوعات سیاسی و اینکه چرا رئیس جمهور قانون امضا کرده، رئیس جمهور جمهوری خواه هست، دموکرات ها چه باید کاری باید انجام بدن، چگونه میتونن که مانع تصویب این قانون شوند، کمکی کار را مشکل میسازد در پارلمان امریکا و مجلس سنای امریکا که بعید به نظر میرسه با مخالفتی که استر محکمه انجام داده در امریکا، 22 ایالتی که فعلا مخالفت خودشان را انجام دادن، پارلمان هم بتونه این قانون را و مجلس سنای قانون را تایید بکنه. موانع حقوقی و موانع بسیار زیاد دیده میشه بر سر از اینکه قانون بتونه عملی شود. اما از یک طرف دیگه افغان هایی که در طول 3 سال آمدن، 3.5 سال یا 4 سال در امریکا صاحب طفل شدن، طفلاشون کلان شده، حق تابعیت امریکا را به دست آوردن یا پاسپورت گرفتن، یا حتی طفلایی که شاید تا پیش از امضای قانون تولد شدن تا دسامبر 2024 به این سوال مواجه بودن که آیا طفلای ما میتونن که تابعیت امریکا رو بگیرن یا خیر. وقتی که قانون امضا شد، اول هر آن چیزی که پیش از قانون بوده او بر از عملی نمیشه. تمام طفلایی که اگر افغان هستن یا از کشورهای دیگه که آمدن در امریکا زندگی میکنن، پیش از امضای قانون تولد شدن، اونا مشمول این فرمان نمیشن و میتونن که تابعیت امریکا را به دست بیارن. و از طرف دیگه قانونی که آقای ترامپ امضا کرده به وضاحت میگه که پدر و مادرایی که قانونی نیستن، یعنی غیر قانونی در امریکا زندگی میکنن و صاحب طفل میشن، اونو پدر مادرها و او والدین نمیتونن که به طفلشان حق تابعیت قانونی را به دست بیارن. و این خودش هم یک راه دیگه وجود داره که اگر پدر مادرایی که والدینی که قانونی زندگی میکنن طفلشان به دنیا میاد، پس میتونن که به طفلشان تابعیت امریکا را بگیرن. این موضوعاتی بود که سوالاتی برای من فرستاده شده بود. تشویش‌های وجود داشت از هموطنهای ما که طفل ما در امریکا به دنیا آمده، آیا میتونیم باش پاسپورت بگیریم، نمیتونیم باش پاسپورت بگیریم، شاملی از این فرمان هست نیست. 2 سال پیش طفل ما تولد شده، طفل ما قرار است در 2025 تولد شود و وضاحت خیلی قانون خودش رو وضاحت داده که فعلا کسایی که حکم اگر امضا شده یا فرمانی که داده آقای ترامپ مشمول از این نمیشه. کسایی که طفلشان پیش از این فرمان به دنیا آمده بدون تشویشی میتونن که درخواست به خاطر پاسپورتش بتن، برت سرتیفیکتش را بگیرن یا شناسنامه تولدش را بگیرن. و کسایی هم که بعد از این تاریخ تولد میشن هنوز باید ببینن که موانع حقوقی که فعلا وجود داره در مقابل فرمان آقای ترامپ قدر ساده هم نیست. استر محکمه، ایالت ها، مجلس سنا، دموکرات ها و آنقدر هم ساده به نظر نمیرسه. پس تشویش نداشته باشین و تشکر از اینکه بیننده این ویدیو معلوماتی بودین. خدا کنه که به معلوماتتان افزوده شده باشه.